ام المؤمنین ام المؤمنین یعنی مادر مؤمن ها عایشه رضی الله عنها، عایشه رضی الله تعالی عنها، عایشه ابنتی ابی بکر، ابو بکر نامش چی گفتیم؟ عبدالله ابن عثمان، عبدالله ابن عثمان یعنی عثمان کنیش ابو قحافه. عایشه بنت ابی بکر الصدیقه بنت صدیق رضی الله عنها و عن ابیها. و عایشه رضی الله عنها یعنی کی گفته میزن نعم از احب الناس یعنی محبوب ترین مثلا که زنهای رسول صلی الله علیه و سلم که بود برای رسول صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها بود، عایشه رضی الله عنها بود. و عایشه رضی الله عنها هي زوجة رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الدنیا و فی الاخره، دنیای آخرت اند و چه میموند یعنی زوجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم. هم به ترمذی ده میبید که حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید که ان جبرائیل عليه الصلاة والسلام جاء بصورتي في خرقة حرير خضراء فقال هي هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. يعني سبحان الله، يعني رسول صلى الله عليه وسلم پیش از عایشه با زوجه بزنی گرفتن یعنی جبریل چیکار کرد؟ یعنی یک خرقه یعنی یک متاع، یک لباسی که از حریر از ابریشم از شوک ساخته شدگی سبز رنگش همیننده چی آورد؟ یعنی صورتی عایشه یا آورد که به نشون داد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشون داد، گفت که این کی گفت صورت زوجت، صورت زنت که در دنیای آخرتان که میشه زوجی که میشه دین که بود، یعنی این عایشه رضی الله عنها. برای من عایشه رضی الله عنها یعنی چیه؟ زوجه رسول صلی الله علیه و سلم در دنیا و در آخرت. همین به وقتی که بعد از فتنه، بعد از غزوه جمل، بعد از معرکه جمل، وقتی که بعض اهل عراق یعنی نیل یعنی از ام المؤمنین بعض با سخنهای ناجوسته ذکر کرد، همینند علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه که فرستاند عمار ابن یاسر فرستانده گفت که یعنی چی گفت؟ یعنی انها امکم گفت و هی زوجة نبیکم فی الدنیا و فی الاخره. یعنی این چی بود؟ یعنی قول علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگوید که چی میگوید؟ یعنی عایشه رضی الله عنها میگوید که این چی میگوید؟ یعنی مادر شما هم میگوید این زوجه ای که رسولتون پیغمبراتون در دنیای در آخرت هم خیلی یعنی این که علی ابن ابی طالب که یعنی امروز مثلا رافضه ها مثلا چه دروغانه مثلا چه گمان میکنن که گویا که چه وای ها پیروان علی باشن، برای چه قول علی قبول نمیکنند؟ پیروی علی میگوند رفته ام المؤمنین چیه؟ دشنام میتین تهمت میکنن و علیکم السلام و رحمت الله. چی میکنن؟ یعنی دشنام میکنن، تهمت میکنن ام المؤمنین رضی الله تعالی و علی ابن ابی طالب با کوفه به یک چند نفرای اهل کوفه چی جلد زده بود، یعنی و یا چی یک چند جلد زده بود به سبب چی؟ به سببی که ام المؤمنین چی یعنی نام یعنی همین سخنهای ناجوسته گفتن آشان. و این که بود یعنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و هي یعنی چی گفتیم؟ یعنی افضل و افقه نساء المسلمات. عن خلاف بین العلماء بینها و بین ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها. یعنی کی بهتر؟ خدیجه بهتر یا عایشه بهتر؟ ایننده چی میگیم؟ یعنی اطلاق نمیکنیم، چی میکنیم؟ قوله تفصیل میکنیم. از جهت نصرت مثلا با مال با یعنی رسول صلی الله علیه و سلم به مدد دادن، دستگیری کردن با مالش، با یعنی با جاهش، با ابرویش، این که بود یعنی بهتر خدیجه رضی الله عنها. لیکن از جهت علم رسول صلی الله علیه و سلم یعنی علم سنت نشر کردن، دین نشر کردن، فقه نشر کردن، این که بهتر عایشه رضی الله عنها بهتر. هم به ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میگفت که ما معشر اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم هر یک مسئله که اختلاف میکردیم ما من مسئله نختلف فيها الا نجد عند ام المؤمنین فيها علما. هر یک مسئله که اختلاف میکردیم
در نزد ام المؤمنین عایشه چی میافتیم هم جنده؟ علم میافتیم. یعنی اعلم الناس اعلم النساء المسلمات که بود یعنی عایشه رضی الله عنها، عایشه رضی الله عنها بودین. و عایشه رضی الله یگانه بکر که رسول صلی الله علیه و سلم میگرد از بین زوجهایش که بود یگانه عایشه رضی الله عنها عایشه بود. یعنی عایشه رضی الله تعالی و ارضاها. عایشه یعنی هم به یعنی وقتی که منافقه یکی یعنی من منافقه يعني كبرش يتولوا يعني كبر هذه مسألة يعني نعم يعني وقتی که ام المؤمنین به من کار زشت تهمت کردن و این یک چند روز دوام داد. قصه افک میگویم یعنی افک مثلا که یعنی بعضی که مثلا دشنام دادن حتی که بعضی یعنی از صالح ها این فتنه به افتادن یعنی مثل مصطح رضی الله عنه و دیگرها. همین اندازه چی شد یعنی حتی که عایشه رضی الله عنها چی شد یعنی از خانه رسول صلی الله علیه و آله برآمده خانه پدر مادرش رفته میستاد. همین اندازه خیلی مثلا میگفت که عایشه رضی الله عنها میگفت که آدم این چیزا میگفت که یعنی این امتحان بود. میگفت که الارض چی شد؟ میگفت فقط ضاقت بی الارض بما رحبت، زمین با وسیگیش برای من چی شد یعنی همین خیلی شد که جانم بالای زمین انده. از این قول مردمه، از این قول چیه؟ از این قول مردمه چی؟ این چیز ما به چی جانموند میگفت یعنی چیز جانموند میگفت. همین اندازه چی نازل میشد یعنی همین سوره نور نازل میشد، همین اوایل سوره نور یعنی همین آیات های اول سوره نور در حقی که بود در حق عایشه رضی الله عنها یعنی از بالای هفتم آسمان الله سبحانه و تعالی بالای عرشش چه در براءت یعنی بیزاری عایشه رضی الله عنها، بیگناهی عایشه رضی الله عنها یعنی همین آیات های از سوره نور چه نازل میشد که یعنی چه الله تعالی بیان میکند که چه یعنی عایشه رضی الله عنها از تمام تهمت هایی که منافقا وای به چسبوندن اوای چی است؟ پاک بیزار است. همین اندازه چی میکنند یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و آله عایشه به خبر میبیاد که عقب به آیت نازل شده است، رسول صلی الله علیه و سلم به یعنی تشکر کنه میگه که لا بل اشکر رب محمدین، یعنی این از محمد نامد از کی اومد؟ میگه رب محمد علیه الصلاه و السلام اومد. علمین به تمام اهل اسلام ابن حزم رحمه الله و شهرستانی و نعم و ابن العربی رحمه الله، تمام جمع اهل علم اجماع اهل اسلام نقل میکنن که بعد از همین آیات ها اگر کسی ام المؤمنین به همین کار زشت اگر تهمت کند یا یک بدی ذکر کند ام المؤمنین، به اجماع تمام اهل اسلام تمام چهار مذهب امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل چی میشد یعنی کافر میشد وای، برای که چی شد وای همون سوره نور این کار کردگی میشد به این کارش یعنی آیات های قرآنه یعنی قرآن به الله تعالی چی یعنی پاکی پاک دامنی یعنی بیزاری بیگناهی ام المؤمنین چی اثبات کرد الله سبحانه و تعالی و این با چی میکند یعنی دشنام میتر معناش چی یعنی این آدم قرآن با باورش نه، این آدم قرآن به چی باورش نه، برای همین بعد از همین کار چی میشد وای کافر میشد. یعنی تمام اهل اسلام هم به چی اتفاق کردن یعنی فهمید؟ تمام مثلا اهل سنت تمام مذاهبای اهل سنتی که معتبر هستن همش همین چیز به اتفاق کردن که یعنی چی میشد یعنی انسان کافر میشد. بعد از همین چی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها چی کردن یعنی هم به یعنی چه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها یعنی چه بود یعنی وقتی که عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم غزوه سلاسل به میفرستاد، وقتی که میبیاد عمرو ابن عاص میپرسد که یا رسول الله من احب الناس الیک، گفتگینده چی میگه رسول صلی الله علیه و سلم عایشه میگه کی از همه محبوب تر از آدم موجود میگه عایشه، میگه و من رجال میگه پدرش ابوها میگه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی و ارضاها. هم به وقتی که بعض زوجه های رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چی میکنن یعنی رشک میکنند و کیا میفرستن نزد رسول صلی الله علیه و سلم به کی میفرستن؟ کیا میفرستن؟ امر مهمه معنا ما لست معنا کیا
فاطمه، برای که فاطمه رضی الله تعالی عنها یعنی كانت مثلا چه اشبه الناس برسول صلی الله علیه وسلم صمتا و خلقا، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم دوست می داشت فاطمه فرستونده گفتن که یعنی اذهبی الى رسول صلی الله علیه وسلم فکلمی فی شأن ابنه ابی قحافه. یعنی این یعنی فهمده، یعنی دختری که ابن ابی قحافه ابوبکر دختر شخشنگ بودن که یعنی رسول صلی الله علیه وسلم یعنی عایشه از همه بسیارتر دوست می دارد، یعنی باید که چنده یعنی حب چی عدل کند. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم معنیش نه که عدل میکرد چی میگفت علیه الصلاه و السلام؟ میگفت که یا الله به میگفت که هذا ما املکو فلا تلومنی علی ما لا املکو، یعنی از دستم میومده که چیز همش چی من کرده استودم، سکنا، خونه، لباس، نفقه، الاکل و شرب، همش چی با عدل. هم زنها به رسول صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ یعنی با عدل. و این چنین مثلا مبیت یعنی شب گذراندن همش عدل، مثلا یک با عدل یگون خیلی مثلا ظلم نه، نزد یک شنبه 2 روز نزد یک شنبه نه، هم عدل میکرد. لیکن چی چیز ها یعنی این چیز میگفت من همین چیزا کارکردم میگفت، لیکن چیزی که وای به من مالک شده نمیتوانم این به من معلومات نکن. چی چیز وای؟ محبتی که دل بهای و دل به مثلا چی دیگه تو مالک شده نمیتوانی، هم خیلی نه یعنی یعنی محبت که چی میشد مثلا دوست داری حقیقت به زیاد میشه حقیقت کم میشد، این چیزا مثلا تو یعنی تصرف کرده نمیتونه این چیزا، فهمید؟ هم رسول صلی الله علیه و آله عایشه بسیار چی میگن به فاطمه گفتن که یعنی چی حق عایشه رضی الله عنها چیکون که یعنی ما یعنی گفته اینده وقتی که اومد فاطمه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه و آله خبر رسوند و رسول صلی الله علیه و آله چی گفت؟ فاطمه گفت که یا بنتا گفت لا تؤذيني في عائشه، یعنی من با آزار نتی عایشه به مثلا حقش بگوزه. سبحان الله. یعنی همین قبل گفتگید که من با آزار میرسونه، یعنی همین قول گفتگید من با آزار میرسونه گفت علیه الصلاه و السلام. یعنی امروز اعوذ بالله این خبیث افلاس بدین مجوسی یعنی چی گفته استاد میدید میانه حق ام المؤمنین عایشه به، یعنی همین قول فاطمه گفت رسول صلی الله علیه و سلم گفت که یعنی چی همین قول گفته یعنی چی یعنی یعنی چی میخوای که من عایشه کمتر دوست دارم؟ همین قول گفتگیت من به آزار رسونده. فاطمه چه گفتگیش نه عایشه برای عایشه که تهمت کنی یگون قول گفتگیش نه، گفت که یعنی عایشه مثل وایها مثلا خیلی یعنی محبتت کمتر شود، معناش همین چیز. یعنی گفت این رسول صلی الله علیه و آله چی گفت؟ یعنی این آزار گفت من به همین چیز آزار گفت. یعنی اینا امروز اومده عایشه رضی الله عنها چی میگفت؟ یعنی زبونی آدم نمیرد این چیز بگفتن به، یعنی اعوذ بالله بعد از همین سونه با خودش چی خیل توپ میخورد چی خیل با از این بدتر چی نمیشه مسلمان میگه حضرت چی خیل وای مسلمان الله اعلم فهمیدید؟ یعنی مجوسی کاری کارگیش. یعنی هم به رسول صلی الله علیه و سلم گفت سر وقتی که گشته اومد فاطمه رضی الله عنها دیگه ازواج رسول صلی الله علیه و سلم فاطمه بفرستوندن برو گفتن فاطمه که لا گفت مره ثانیه لا اکلم فی حقها گفت، یعنی من دیگه بین رسول صلی الله علیه و سلم بین کارهای داخلیش به چه تدخل نمیکنم گفت. همین چی دیدید همینجا با یک درس مثلا میشد که یعنی همینجا چی میشد؟ یعنی برای بسیار همین اویله های یعنی فساد شویش و ویران شویش سببش چی میون روی بعضی مثلا اهل فتنه اهل فتنه دیگه. فاطمه رضی الله عنها چی گفت؟ یعنی بین رسول صلی الله علیه و آله بین ازواج چی دیگه تدخل نمیکنم گفت من چیز به دیگه تدخل نمیکنم گفت این چیز به، فهمیدید؟ هم بیان همین حدیث مثلا ابن حبان اومده که صحیح که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که من خبب امرأة و فی روایت من افسد امرأة الى زوجها فليس مني، حدیث صحیح بایسان صحیح و ابن خزیمه و ابن حبان مثلا روایت کرده که من خبب و فی روایت من افسد امرأة فليس مني، من افسد امرأة على زوجها، هر کسی که زن شوهرش به فساد کناند وای از من نه یعنی اعوذ بالله. یعنی اومده گوید که مثلا چه زن شوهرش به بد کناند، زن تو کذا گفت اگر هم خیلی بد کناند میگفت وای چه امان نمیگفت اعوذ بالله. هم بنگه فاطمه رضی الله عنها عاقله زوجه چی یعنی عاقل زوجه مثلا بفهم خیرتمند گفت که خلاص دیگه من چیز به چیز که تدخل نمیکنم.
هم به انسان مثلا اگر این کارهای مثلا چی به تدخل اصلاح کردن باشه به اصلاح میدارد، یعنی اصلاح کردن اویل به میدارد، نه که به فساد کردن به، یعنی فساد کردن من نمیدارد. یعنی این ببینید برای همین یعنی شرع شریعت مثلا چی قدر مثلا چی میکند، یعنی اویله مثلا مستحکمیش به مثلا محافظت از اویله به مثلا چی میکند، یعنی چی قدر مثلا یعنی چیکار کرده، یعنی تحریر مثلا دعوت میکنن باید که اویله چی شود، یعنی باید که مستحکم شود، مثلا هیچ وقت باید که چی نشود. بالعکس مثلا که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که حدیث مسلم اند اومده ای که یعنی جایز نمیگوید مسلمان به که چی میکند، یعنی مسلمه بد میبیند، یعنی ممکنه مطلق بد دیدن، نه یعنی ممکن بدیش یک کار مثلا یعنی سلبیاتش بدیش یک کار ناجوستگیش، لیکن مثلا رنده چیش کار خوبیش کارای چی، یعنی کارای خوبش یک خلق اگر اول بد بینی دیگه خلق شای که وای چی میبینی، یعنی خلق تو به مثلا ها میفارد وای چیز وای مثلا یعنی مادری فرزندای تو مثلا نماز میخوند یک چیز با خوبیش آخر ها شیطان نه که وای آخر یک چیز کار خوبیش مثلا خوبیش به نگاه کنی، یعنی هم به وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم حفصه رضی الله عنها یک طلاق میشد، یعنی طلقها طلقه، جبرائیل علیه الصلاه و السلام اومد چی گفت؟ امر النبی صلی الله علیه و سلم بان یراجعها فانها قوامه صوامه. ها حفصه گفت گردان گفت و طلاق نکن گفت، یعنی گردان برای چی؟ برای که چی؟ نماز خون و یعنی نماز میخوند شبها و روزها چه روزه میدارد، یعنی دیگه یعنی همین کارهای خوبش می‌نگرد انسان چی میکند، یعنی نمیشد که اگر مثلا نکنه اعوذ بالله برای من بینید رسول صلی الله علیه و سلم میبیاد خونه و مثلا اگر چیزی خوردنی های میگوید که خلاص بیارید میخورید، نیست خلاص انا صائم. یعنی امروز مثلا چی اومد مثلا خوننده چیزی میخورده که نیست، خلاص مثلا جنگ آخرش چی طلاق برا سونی نویس لجنه بنویس، مفتی بنویس، قاضی بنویس، من غضبنده طلاق گفتم طلاق نگفتم من نگفتم. اعوذ بالله نگرید از سنت درشتن گجاب میبرد، یعنی یعنی یک کاری مثلا بد دیدی مباشرتا کار طلاق بمیرد، یک کاری بد دیدی مباشرتا چی بمیرد، یعنی هم یعنی ابدا. یعنی همین قصه فاطمه رضی الله عنها مثلا با همین وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم یک بار خونه فاطمه رضی الله عنها به میبیاد، خونه فاطمه رضی الله عنها به میبیاد، میبیند که که خونه فاطمه به میبیاد، فاطمه که دختر رسول صلی الله علیه و سلم، شوهرش که علی نیست خواننده، این علی میگوید گفت فاطمه رضی الله عنها میگوید که فاطمه رضی الله عنها یعنی سیدة النساء و یعنی من يعني قد كمل من الرجال كثيرون ولم يقبل من النساء الا قله، الا 4 آسيا وزوجة فرعون و يعني زوجة فرعون و مريم و فاطمه و خديجه. یعنی همین خیلی چی میگوید که یعنی انه کان بینی و بینه شیء، یعنی یک چی شد، یعنی یک گپمو طور نامد، یک چی شد جدال شد، جنگ نفهمی شد. فانه لم یقل عندي، لم یقل یعنی قیلوله نکرد، غضب کرد، برآمد و رفت خونه، برآمد و چی رفت، یعنی سوگجاب مسجد به وقتی که رسول صلی الله علیه و آله میبید مسجد به خواب کرده است، وقتی که میبیند که خواب بالای خوکان خواب رفته چه روش چی شده است، یعنی خوک شده است، میگه قم یا با تراب میگود. از همین روز بردن چی گفتن وای با تراب گفتن. یعنی همین به مثلا یعنی انسان چی نمیکند که مثلا یعنی برای همین یعنی بعضی چیزی که مثلا هم بعضی میبیاد یعنی همین خیلی مثلا یک خواننده مثلا یک چیز نفهمی شود، یک جنجال شود، یعنی مباشرتا دیگه جواب مینگرد، دیگه مثلا همسایه بین فلان بین خونه وای ها هیچ خیلی جنگ نمیکنه، شوهرش احترام میکند، چی میکند مثلا گفته مثلا نه همه جنده چی نفهمی های. اگر خونه فاطمه رضی الله تعالی این چیز باشه همه جنده این چیز های نه آدم یک جا به نگشته چی مباشرتا خونه چی ویران نمیکند، صبر میکند این چیز بهم خیلی یعنی این چیز با یک راهی مثلا چی برای اصلاح باید که چی کرده شود، یعنی اصلاح کردن کار چیز های همیشه. از شاهد امی که بده یعنی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی و ارضاها، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و آله وفات میکند چند ساله بود؟ 18 ساله بود، یعنی سال چند سال 57 هجری مدینه به وفات میکند و ابو هریره رضی الله تعالی عنه جنازه میخونند و ام المؤمنین که جا به دفن کرده میشد بقیه به دفن میکنند رضی الله تعالی و ارضاها.